وایسا دوست داری هم از بالا رفتن قیمت پول در بیاری هم از ریزش بازار، یا ترجیح میدی دارایی مال خودت باشه و شب راحت بخوابی؟ فرق بین اثبات و فیوچر هم دقیقاً همینه. اصطلاحات تریدی به زبون خودمون، قسمت هفتم، اثبات و فیوچرز. توی بازار اثبات تو واقعا اون ارزو میخری و مال خودت میشه. مثل وقتایی که میری ماشین میخری، وقتی ارزونه و گرون میشه تو ماشین دستته و فقط ارزششه که بالا و پایین میشه. اما توی فیوچرز تو چیزی رو نمیخری، تو فقط داری روی آینده قیمت اون معامله میکنی. مثل اینه که تو با یه نفر قرار بذاری اگه قیمت تا یه تاریخ مشخص رفت بالا تو سود میکنی و اگر اومد پایین طرف مقابل سود کنه. نه تو چیزی داری نه اون، فقط روی قیمتش با هم توافق کردی. توی بازار فیوچرز اگر پیش بینی بکنی که قیمت میره بالا پوزیشن لانگ میگیری و اگر پیش بینی بکنی که قیمت میاد پایین پوزیشن شورت میگیری و اینجوریه که از ریزش بازار هم سود میکنی. توی این پست تفاوت لانگ و شورت رو بهت به زبون ساده توضیح دادم. پس بذار خیلی ساده بگم. اثبات یعنی مالکیت واقعی بدون خطر ریسک صفر شدن کل دارایی. فیوچرز یعنی درآمد دو طرفه، هم از سود هم از ریزش، اما با خطر ریسک لیکوید شدن. داستان لیکوید شدنم اینجا بهت گفتم. تو کدومو ترجیح میدی؟ اثبات یا فیوچرز؟